جماعت خمگران شهر پنجکین ساکنان این دهه سالهاست از فعالیت کارخانه طلای زرافشان شکایت دارند. شکایت اساسی ساکنان از فعالیت این پالایشگاه در کنار دهه است. باشندگان اطراف آن سالهاست طلب دارند که این پالایشگاه بسته شود یا آنها را به دیگر جای کوچانند، چون به گفته مردم ماده‌های زهرناکی که به پالایشگاه پرتافته می‌شوند سلامتی آنها را در معرض خطر می‌گذارد. وقتی که همون نزد همون دنبه گذارید دم سحر یا که سحر هم میخیزه همون بوی همون بویی که دماغتون به میزنه نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد. انیقش چشمتون سیاه میزنه سر چرخ زدگی بری میشد. همه فقط دم سحر با تو همین تیر آفتاب برو مدنه همین احساس لب آدم میفهمد بوی همینه. بعد اورکش با ناانیق. مسئله تأثیر منفی کارخانه‌های چینی به محیط زیست در نشست کمیته حفظ محیط زیست برداشته شد. متخصصان این نهاد امسال با ماشین مخصوص وضع هوا در اطراف کارخانه زرافشان را سنجیدند، اما خلاصه سنجش نه آن چیزی است که ساکنان شکایت دارند. از همین لحاظ بعضا شکایت‌ها از جانب شهروندان بودند، ولی در سنجش نقشه‌ای که از جانب کمیته گروه کاری سنجش گذرانده بودند، در حقیقت در اینجا فقط از ماده‌های زیان‌آوری که اهالی میگویند ماده‌های زیان‌آور یعنی ماده‌های زهرناک آشکار نشده است از میروزه، ولی فراکنش چند از وابسته به شما چند از معیار زیاد آشکار نشد. ساکنان جماعت خمگران سالهاست از فعالیت به گفتهشان ضررآور کارخانه زرافشان به مقامات شکایت میکنند. صرف نظر از ناراضگی مردم ماه ایول امسال پالایشگاه سیوم کارخانه زرافشان افتتاح شد. مقامات میگویند ساکنان جماعت خمگران برای کوچیدن مبلغ و زمین گرفتند اما نمیکوچند. ساکنان این را رد کرده گفتند تنها یک قسمت کمی دهه برای کوچیدن مبلغ گرفتند. مولا رجب یوسفی امیر اسایف، آزادی دوشنبه.